سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز یه استیمر خریدم برای لباس، پرده، مبل خونه، هر چی که بخوایم استیم کنیم. قبلا استیمر رو داشتم ولی حدودا یه 5 سال ازش استفاده کردم، اما دیگه خراب شد و یکی دیگه اوردر دادم. قبلا از کاسکو خریده بودم ولی کاسکو دیگه نداشت این استیمر رو، به خاطر همین من از میسیز اوردر دادم. سرچ کردم همین اسم برندی رو که داشت، سالاب یا سالب، و نمیدونم دقیقا اسپلش چیه، ولی اونو اوردر دادم ولی یکی مثل همون دقیقا اوردر دادم، به خاطر اینکه خیلی استیمر خوبی بود، خیلی سبکه، خیلی زود جوش میاد، نباید خیلی صبر کنی. و چون من دیگه قبلا این استیمر رو داشتم دیگه نیاز ندارم که بوکش رو بخونم، چون میدونم که چجوری کار میکنه و چجوری میتونم روشنش کنم. فقط چون داشتم آنباکسش میکردم گفتم براتون فیلم بگیرم آنباکسش رو ببینید که چقدر باکسش و سبکه. حالا این از این تو در میارم، برمیگردم دوباره نصفش رو براتون میگم. خب اینا از باکسش در بردم، به این حالت هستش. یه سری مثل که راستش هست، هم سمت چپش هست. اینا پایه هاشه، بذارم اینجا. این مال سریع مختلفشه که استفاده میکنیم. من معمولا فقط از یه سری استفاده میکنم، زیاد عوضشون نمیکنم. این خود استیمره که این قسمت ما آب میریزیم. البته اندازه نداره که چقدر مکسیموم هست، چون معمولا اینا مکسیموم مینویسه، اما چون ننوشته بگم که تا نصفه بیشتر پر نکنید، چون وقتی که زیاد پر میکنید آب خیلی میشه، از این لوله میزنه بیرون. به خاطر همین اینو همیشه مطمئن باشه که نصفه پر کنید. زودی جوش میاد، نیاز نیست که خیلی صبر کنید تا جوش بیاد، به خاطر همین کارتون رو زود راه میندازید. این قسمت هم که یه کلید داره، مال آن و آفشه، روشن میشه. این قسمت هم برای قسمت وارم و خیلی زیاد بخواید داغ بشه هست. یک بار که بزنی وارم میکنه، یک بار که بزنی چراغش قرمز تر میشه و بخار بیشتری بهمون میده. حالا من اینو میذارم زیر اون یه سری چیزا بخشید، اینو میذارم اینجا و اینا رو براتون نصبش میکنم که ببینید چقدر راحت هستش. مال وسایل روش هست که ما داریم، یا یه پیچ اضافه اگر لازم باشه. حالا میذارم خب این مال پایش بود که خیلی راحته. این به این سمت میره، باید این تو بره، ولی بله این تو میره و این قسمت هم همینجور. اوکی. و بعد این قسمت فکر نکنم هیچ فرقی داشته باشه این بر یا اون بر، ولی معمولا اینو پشت، این قسمت پشت که این بر میگرده رو پشت میذارم، چون این عقب و جلو میره، هیچ فرقی نداره. اینو داخل این میکنیم. اوکی. و برای این قسمت هم استیمر
این سر این لوله اینجوری عقب و جلو میشه. ما نیاز داریم بیاریم اینو عقب و فشار بدیم داخل، بعد میره جا. همینجوری خیلی راحت. بعد این قسمت رو باز میکنیم یه بالاتر و میخواید بیاد بالاتر یه قسمت دیگه هم میاریم. البته این چون ریموزر و بلنده و این معمولا این سایزش سایز خوبیه. نه الان چون تازه بازش کردیم این نرم نیست ولی معمولا نرمه، اینم اون بالا قرار میگیره. اینم میشه استیمر ما. من از این به بعد کار که انجام دادم با استیمرمو براتون میذارم. خیلی استفاده زیادی ازش میکنم، واقعا استیمر خیلی دوست دارم و از اینکه خراب شده بود ناراحت شده بودم، به خاطر همین یکی دیگه اوردر دادم. به خیلی ها میگفتم دقیقا نمیدونستن یا خیلی اصلا از این استیمر خبر ندارن، به خاطر همین ویدیو رو ضبط کردم میذارم که بقیه هم ببینن. اوکی، حالا من استیمر رو پر کردم تا نصف آب کردم بهش و روشنش کردم. هنوز روی مکسیموم نذاشتم. اکچولی بله، وقتی قرمزه روی ماکسیمومه، وقتی نارنجیه معمولیه. گذاشتم و این آب